بار دیگه پرچم آفساید رو بلند میکنیم تا یکی از بازیکنان تیم سیدعلی که نیومده خیلی داره تند میره و اون جلوها میدوه رو ببریم توی آفساید. ابراهیم رئیسی ظاهراً آخرین مهره خامنه‌ای در ته خورجینش بوده که برای نمایش انتخابات پیش رو درش آورده تا بتونه یک اجماعی رو حولش ایجاد بکنه. البته این مهره هنوز از راه نرسیده بسیار جنجالی شده و با عناوینی مثل آبرام دراکولا یا آیت الله قتل عام ازش اسم برده میشه. اما تا جایی که به خودش برمیگرده از عنوان آیت الله پرهیز میکنه و دوست نداره که اون رو آیت الله هر چیزی خطاب کنن. من حقیقتاً به عنوان یه طلبه برخی عنوان طلبه رو ممکنه از در تواضع به کار ببرن. من از در تواضع نیست که حقیقتاً طلبه هستم. بله، همونطور که میگه این جستی که اینجا میگیره هیچ ربطی به فروتنی نداره، بلکه از اونجایی که همه میدونن رئیسی 6 کلاس بیشتر درس نخونده رفته نشسته پشت میز دادستانی، ولی خب بعضی رسانه‌های حکومتی اصرار داشتن که با عنوان آیت الله ازش اسم ببرن، اومده این رو بگه که بیشتر از این کسی سوتی نده. حالا همین آخوند بی سواد وقتی میخواد وارد تحلیل سیاسی بشه خودش سوت میزنه. اون چه در فتنه 88 واقع شد اگر شما بخواید تحلیل کنید موضع رهبری معظم انقلاب رو جز میتوانید دفاع از جمهوریت نظام تحلیل کنید، دفاع از رأی مردم تحلیل کنید. بله، دفاع از رأی مردم به ضرب باتوم و گلوله. آخه چقدر باید آدم سطح شعورش نازل باشه که بتونه این صحنه ها رو دفاع از رأی مردم تحلیل کنه. احتمالاً یکی از بازوهای مدافع رأی مردم هم مرتضوی بوده و خط دفاعشون هم توی کهریزک بسته بودن. خب بعد از آشنایی با سطح سواد و شعور این موجود میریم سراغ سبک زندگیش. سبک زندگی دولتمردان باید گرایشش به این باشد که برای ضعفا این زندگی عقده ایجاد نکنه و دولتمردان اینو باید متوجه قرار بدن که مردم در محاسبهشون احساس این فاصله رو نکنن. اگر احساسی فاصله کردن، احساس فاصله با شخص نیست، احساس فاصله با اصل این سازوکار یا نظام هست و این خطرناکه. این رئیسی که این حرف رو میگه خودش تولیت آستان قدس رو داره که اصلا میزان ثروتش قابل محاسبه نیست. فقط یک نگاه به سبک زندگی خودش بندازیم میبینیم که بله اصلا هیچ فاصله‌ای با مردم نداره، فقط مونده که براش بستنی طلا بیارن. ولی این سبک زندگیه خیلی مهمه. بی خود نیست که وقتی ازش سوال کردن که چطوری تونستی این شغل رو ول کنی و بیای کاندیدا بشی، این جواب رو داد. از تصمیم گیری های سخت زندگی من تصمیم گیری برای این مسئولیت بود. بسیار برای من این تصمیم گیری سخت بود. از یک سو تولیت آستان قدس رضوی، مسئولیتی بسیار دلچسب و دلنشین. معلومه که قالی کاشون و آینه‌کاری دیوار اون پولمولا حسابی چسبیده. اما مهمتر از اونا اینه که این ثروت در زمان انتخابات هم میتونه خیلی خوب خرج بشه. مثلا با دادن غذای مجانی برای کسب وجهه. کلیه زائرینی که به زیارت مقعد مطهر آقا علی بن موسی رضا نائب می‌آیند، چه از طریق صبحانه، چه نهار و چه شام، از سفره با برکت حضرت استفاده بکنند. یکی دیگه از تاکتیک‌های تبلیغاتی این آبرام دراکولا اینه که به جای اینکه خبرنگارا بیان سراغش، خبرنگارای خودش و تیم شعارش رو همه جا با خودش میبره که همیشه صحنه اینطوری باشه که قبل از اینکه این میخواد جایی بره یک اکیپ خبرنگار اونجا منتظرشه. بله میبینیم که 1 2 3 4 5 6 7 8 و در انتها هم خود رئیسی میاد.
از دیگر ایده های بکر تیم تبلیغاتی رئیسی این بوده که برای بازسازی چهره جریحش در فضای مجازی چند تا عکس سانتیمانتال و پوپولیستی منتشر کنه. مثل این نمونه حرکت بوییدن گل که از روی پدرخوانده اقتباس شده و فقط یه ذره استیلش با مارلون براندو فرق داره. تعداد زیادی هم عکس سلفی با فقرا منتشر کرده با این شعار که من حامی فقرا هستم. ولی به طور خاص وقتی این تصاویر کنار همون عکس‌های محل کار و زندگی مجللش قرار میگیره، شعارش خیلی باورپذیر میشه. حالا از اونجایی که شگردهای تبلیغاتی تیم رئیسی هر کدوم یک افتضاح جدید براش به بار آوردند، رئیسی تازگی‌ها شاکی هم شده که چرا صدا و سیمای آخوندی یا همون تیوی ریش این تبلیغات رئیسی رو پخش نمی‌کنه. رئیسی با نوشتن 2 نامه به روحانی و رئیس صدا و سیما از پخش پرحجم و پی در پی فعالیت‌های رئیس جمهور 11 در صدا و سیما به صورت زنده یا خبری انتقاد کرد. از صدا و سیما انتظار می رود با عنایت به اهداف و مأموریت‌های قانونی خود از هر گونه اقدامی که با ایجاد شایبه تبلیغ جانبدارانه به نفع یک فرد یا جریان خاص جداً پرهیز نماید. آخه مرد ناحسابی، تو هنوز طبق قانون خودتون صلاحیتت هم تایید نشده. تو هنوز کاندیدای رسمی هم نیستی. آخه این چه ادعاییه؟ ببینید این کیه که هنوز کاندیدا نشده چماقشو بلند کرده. البته این چماق بلند کردن کاملا هم بی تاثیر نبوده ها. چون چندی پیش شاهد بودیم که همین تیوی ریش نظام به طور کاملا اتفاقی برنامه‌ای پخش کرد تا یکی از جرم‌های اصلی رئیسی رو ماستمالی کنه. گروه منافقین سازمان تروریستی هستن که سالهای زیادی مردم این کشور رو دچار مشکل کردن، امنیت کشورمون رو بهش خدشه وارد کردن. همچنان که در ابتدا گفتیم، از همون روز اول که اسم رئیسی مطرح شد، بلافاصله نقش مستقیمش در قتل عام 67 زندانیان مجاهد هم همه جا در کنار اسم رئیسی مطرح شد، چون اصلا چیزی نبود که بشه کتمانش کرد. حالا ببینید که اینجا توی این برنامه 1 ساعت و نیمه چطور میخوان این پرونده سیاه رو پاک کنن. این جریان منافقین، الان یه قرار بذاریم به اینا بگیم منافقین یا نگیم بالاخره، چون قبلا توی برنامه‌های مشابه به این رسیده بودن که اگر میخوان به حرفاشون اعتبار بدن باید از همون اسم مجاهدین استفاده کنن، ولی خب معلومه که گوششون رو مثل این که کشیدن و مجری تاکید میکنه که هر 3 نفر بگن منافق. اما به محض اینکه اولین کارشناس نوبتش میرسه از این قرارداد خارج میشه. ولی سازمان مجاهدین خلق به خاطر آموزه هایی که داشت، ایدئولوژی که داشت، انقلاب اسلامی رو یک تغییر روبنایی میدونست، یعنی یک تغییر زیربنایی نمیدونست، یعنی انقلاب نمیدونست، در واقع انقلاب رو پیروز شده نمیدونست. حالا از اینجا به بعد به مصداق سنگ مفت گنجش مفت تا دلتون بخواد حرف مفت تحویل ملت میدن و مجاهدین رو به هر چی که فکر کنید تشبیه میکنن. میگوشن که حالا مثلا اونا یعنی در واقع هم شاید بشه گفت که شبیه داعش، دست کمی از داعش نداشتن، همین که شبیه کارتل‌های مواد مخدر تو مکزیک و جاهای دیگه که همینجور کشتارهای وحشتناکی از مردم میکنن برای ایجاد وحشت و برای اینکه حاکمیت رو از شهرها بیرون کنن. اینا حالا مشابهت دارن به نظر من با خمرهای سرخ توی کامبوج. خمرهای سرخ توی کامبوج توی مثلا دوره حکومتشون 2 میلیون نفر آدم کشتن. عدد خیلی عدد بالایی و اگر اینا به نظر من دستشون میرسید برای حکومت در کشور مثل ایران، هر چقدر لازم بود آدم هر چقدر لازم بود، یعنی عدد 2 میلیون نفر رو خمر سرخ توی کشور 10 میلیونی کشت. بله میبینیم که اصلا خرجی هم نداره و این جوجه بسیجی ها همینجور نشستن و برای خودشون میبافن. این یکی میگه اینا میخواستن 1 میلیون بکشن، اون یکی هم میگه نه بکش بالای 2 میلیون. اگر بذاری ادامه بدن همه چی رو میچسبونن به مجاهدین. احتمالاً بمب اتمی هیروشیما هم مجاهدین انداختن، تلفات جنگ جهانی هم اونجا 50 میلیون کار مجاهدین بوده، سونامی اندونزی هم مجاهدین رفتن زیر آب تکون دادن راه افتاده. خلاصه همه اینا رو میبافه که به چی برسه؟
ببینید اگر با سازمان مجاهدین خلق برخورد نمیشد الان کل ایران پادگان اشرف بود. چنین گروهی اصلا زبون به قول معروف آدمیزاد حالشون نمیشه که مثلا شما بخواید با اینا ملاطفت کنید، ملایمت کنید. و خب تصمیمات خوبی گرفته شد در نظام، در کلان نظام که شر اینا رو برای همیشه کندن از نظام. میگن که مرگ یه بار، شیون یه بار. بعد از عملیات مرصاد یه اقدامی شد که شر اینا برای همیشه. پس بزنیم برگردیم اون قصه نفوذ دوباره بگیم. یه تیزری از فیلم هست، اونو به ما نشون بدین. یعنی روی آنتن زنده هیچ ابایی نداره، علنا داره اعتراف میکنه به اینکه قتل عام کردیم، طوری که مجریه مجبور میشه به پر وسط میگه یه میان پرده پخش کنیم. انگار طرف حالیش نیست که چه جنایتی رو داره به عهده میگیره. در هر صورت نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که اون چه که تحت عنوان انتخابات در پیشه چیزی نیست جز انتخاب بین قاتل بد و قاتل وحشی که با 100 تا برنامه هم مثل این نمیتونن چهره این قاتلین رو سفید کنن. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.